سفر 4 روزه من به یزد، پارت 1. خب اینجا ساعت شد 4 صبح، ما راه افتادیم و دیگه رسیده بودیم تقریبا به قم و خب هیچی معنی نمیشد تو ویدیو بگیرم. پس این لایک پشت خونه ما که برادرم تازه گرفته، یعنی ما داشتیم ولی خب بازم اینجا هوا روشن بود و روشن شد و تصمیم گرفتم کتاب بخونم و یه چند صفحه کتاب خوندیم و که حوصله‌ام سر نره. خب من دیگه نتونستم ویدیو بگیرم ولی ما رسیدیم هتلمون و خب ویدیو بخورم چون نخوابیده بودم و ادامه ویدیو بعد میبینیم.